السلام علیکم و رحمت الله. دوستای نهایت گرامی و ارجمند، در این درس ما امروز یاد میگیریم که سورت فاتحه را چگونه به شکل درست و دقیق یاد بگیریم. اول شروع میکنیم از اعوذ بالله. اول نکاتی را من میگم که عموما مردم را غلط میخوانند. مردم میخوانند سورت اعوذ بالله را فرض مثال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم. اون نکات است که مردم همیشه را میخوانن، کوشش میکنن درست بخوانن اما غلط تلفظ میکنن. اول از اعوذ بالله شروع میکنیم. اعوذ بالله، حرف اولی همزه است، از قسمت اول گلو خوانده میشه. دوم عین از مابین گلو، کما که مابین گلو را فشار میتیم. اعوذ اعوذ. حرف ذال کما که نوک زبان از دندانه بیرونی کما که میبرایم. اعوذ دال داره لبا را مکمل جمع میکنیم. اعوذ بالله. لفظ الله باریک، لفظ الله را کمی که بالا میکشیم، استاده زبر داره یا الف صغیره. بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم یا کلمات الفاظ که غلط است. من الشیطان الرجیم. شی شین داواز دهن مکمل پاش داده میشه. منش شیطانی یا را حرکت نمیدیم. شیو اکثریت میخوانن، شیو غلط است. شیطان الرجیم. حرف طا پر خوانده میشه. من الشیطان الرجیم. الرجیم را پر. الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بشکل بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله میخوایم، نه بسم الله، نه بسم الله، نه بسم الله. در میانی از یا بسم الله. بسم الله. لفظ الله باری خوانده میشه. بسم الله حرف لفظ الله کما که بالا کش میکنیمش. بسم الله الرحمن. اکثریت میخوام بسم الله الرحمن الرحیم. نه، به فارسی و به پشتو بسم الله نمیگیم. کلمات عربی است، باید عربی بتا مثل عرب واری گفته شود، عربا واری بخوانیم. بسم الله داخل لفظ الله ها است. الرحمن باید ها به طور کامل و درست چی شود؟ ظاهر شود. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله هر که میگیم راپور است، راپور خوانده میشه. بعد از حرف رح از قسمت ما بین گلو. رحمن الرحیم. اعوذ. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حرف بعد صورت شروع میکنیم. الحمد لله. الحمد بازم پیش از لفظ حرف اولی همزه است، باید همزه از قسمت اول گلو مکمل صفا خوانده شود. الحمد. اکثریت الحمد میخوانند، الحمد میخوانند، غلط است. الحمد حرف لام ساکن. الحمد. الحمد نه، الحمد نه. الحمد لله رب العالمین. رب العالمین غلط. رب العالمین غلط. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. حرف الراء پر به هر دو صورت. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالکی نمیخوانیم، مالکی نمیخوانیم. مالك يوم الدين. يوم الدين، يوم الدين غلط. يوم الدين. دين 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 هر دویش غلط. مالك يوم الدين. إياك نعبد. إياك نعبد خوانده نشود. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط ایدین الصراط اکثریت میخوانند. اهدنا الصراط باید کوشش کنیم و غلطی خود رفع کنیم. اهدنا الصراط المستقیم. صراط حرف را پر، تا پر. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین حرف را، صاد پر، را پر، الف، تا، کلشان حروف است که مفخم خوانده میشه. صراط الذین، پس حرف ذال آمد به نوک زبان. صراط الذین انعمت یا انمت اکثریت میخوانند، بعضی انغمت میخوانند یا غلط است. انعمت علیهم. صراط الذین انعمت علیهم غیر لبای خود شور نمیتیم. غیر حرف غین پر مفخم اما لبا شور داده نمیشه. غیر المغضوب حرف ضاد از هر دو طرف دندانی از راست ما میتونیم گیره تلفظ کنیم، از راست باشه چپ اما پر خوانده میشه. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. آخر حرف مد به اندازه طول میکنیم، به اندازه 3 الف تا 5 الف. ولا الضالین. آمین. پس دوباره از اول میخوانم، متوجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.